سامبولیک بچه‌ها چطورین؟ اومدیم با پورت سوم ترفندهای پرو پلیری. M4 معمولا توی اکثر گیم‌های آنلاین به عنوان تاکتیک پذیرترین گان اون بازی حساب میشه. یعنی هیچ راهی وجود نداره که از 100% قدرت این گان استفاده کنیم. واسه همین تو اکثر گیم‌های آنلاین معمولا سراغش نمیرم، ولی تو پابجی دقیقاً برعکسه و محبوب ترین گان این بازیه. واسه همین امروز 4 تا بهترین اتچمنت‌های M4 رو براتون آوردم که M4 رو به قوی‌ترین حالت ممکن خودش برسونه. دیگه این نوبا هی نرید ورتیکال کامپنسیتور بندازید و توی فایتر لنگ بمونید. اولین و بهترین اتچمنت انگل گریپ و فلش های داره که دیگه قوی ترین حالت M4 اینه. اتچمنت دوم لایت گریپ و کامپنسیتور. تو حالت اسکوپ لایت گریپ با خنثی کردن ریکویل اولیه M4 میتونه یکی بهترین گزینه‌ها برای اسپری کردن از راه دور باشه. خب شاید براتون سوال باشه چرا ورتیکال رو گذاشتم تو رده سوم؟ چون همچنان ریکویل افقی رو داریم، ولی تو فایت‌های کلوز و ترکیبش با فلش هایدر براتون سنگ تموم میذاره. و آخرین گزینه‌ام تامپ گریپ و کامپنسیتور. خب حالا شما بگید که چه گانی بیشتر از همه دوست دارید که تو پارت بعدی بهترین اتچمنتاشو براتون بگم.